سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز میخوام براتون کتاب فوق‌العاده 33 استراتژی جنگ نوشته رابرت گرین رو توضیح بدم. این کتاب بر اساس درس‌های تاریخی از جنگ‌ها و استراتژیست‌های بزرگ مثل ناپلئون و هانیبال و خیلی دیگه نوشته شده. اما نکته جالبش اینه که این استراتژی‌ها رو میتونید تو زندگی روزمره، کار، روابط یا حتی رقابت‌های شخصیتون استفاده کنید. هدفش اینه که چطور تو موقعیت‌های سخت هوشمندانه عمل کنید و پیروز بشید. من کتاب رو به 5 بخش اصلی تقسیم کردم مثل خود کتاب و هر استراتژی رو کامل توضیح میدم. اول عنوانش، بعد خلاصه و توضیح کامل و در نهایت یک مثال واقعی از تاریخ یا زندگی. سعی کردم زبانم ساده و خودمونی باشه تا بهتر متوجه بشین. بخش اول، جنگ خودگردان. چطور خودتون رو مدیریت کنید تو جنگ زندگی. استراتژی اول، اعلان جنگ به دشمناتون. استراتژی قطبیت. این استراتژی میگه اول دشمناتون رو شناسایی کنید و بعد باهاشون بجنگید. دشمن میتونه آدمای واقعی باشه یا حتی عادتهای بد خودتون. با شناسایی دشمن هدفدار میشید و میدونید کی هستید و چی نمیخواید باشید. بهتر مورد احترام یا حتی ترس باشید تا اینکه همه دوستتون داشته باشن، چون دشمنا بهتون انگیزه میدن. کاملش اینه که زندگی رو مثل یه میدون جنگ ببینید و همیشه آماده باشید، اما مراقب باشید پارانوید نشید و همه رو دشمن نبینید. مثالش تو سال 401 قبل از میلاد، زنوفون رهبر مزدوران یونانی تو ایران بعد از مرگ رهبرشون سربازا رو متحد کرد تا با تمرکز روی دشمن داخلی، ترس و ناامیدی و خارجی ارتش پرشیا راه خونه رو پیدا کنن و پیروز بشن. استراتژی دوم، جنگ قبلی رو تکرار نکنید. استراتژی جنگ چریکی ذهن. گذشته رو فراموش کنید، چون چیزی که قبلا کار کرده ممکنه حالا شکست بخوره. همیشه به حال حاضر فکر کنید. باورهای قدیمی رو بررسی کنید و خلاق باشید. ذهنتون رو سیال نگه دارید و با زمانه تغییر کنید. مثال: میاموتو موساشی، سامورایی معروف ژاپنی، هر بار سبک مبارزش رو عوض میکرد تا حریفاش نتونن پیش بینی کنن و این کار باعث میشد عصبی بشن و شکست بخورن. استراتژی سوم، تو آشوب اتفاقات آرامشتون رو حفظ کنید. استراتژی تعادل. تو موقعیت‌های پرتنش عاطفی نشید و ذهنتون رو شفاف نگه دارید. با تمرین سختی‌ها خودتون رو قوی کنید و از روش‌هایی مثل تهاجم شدید یا جدا شدن استفاده کنید تا تصمیم‌های سریع بگیرید. مثال: لرد نلسون تو نبرد کوپنهاگ سال 1801 دستور احمقانه فرماندهش رو نادیده گرفت. آرام موند و ناوگان دانمارکی رو نابود کرد. استراتژی چهارم، حس فوریت و ناامیدی ایجاد کنید. استراتژی زمین مرگ. خودتون رو تو موقعیتایی بذارید که راه برگشتی نباشه، مثل سوزوندن پلای پشت سر. این کار انرژی و تمرکزتون رو زیاد میکنه. همیشه به مرگ فکر کنید تا زندگی رو جدی بگیرید. مثال: فیودور داستایوفسکی که همتون میشناسید، نویسنده روسی، بعد از اینکه از اعدام نجات پیدا کرد، هر کتابی رو انگار آخرین کتابش بود مینوشت و شاهکارهایی مثل جنایت و مکافات خلق کرد. بخش دوم، جنگ سازمانی. استراتژی پنجم، از دام گروه فکری دوری کنید. استراتژی فرمان و کنترل. زنجیره فرماندهی بسازید که همه درگیر باشن، اما گروه فکری، فکر کردن همه مثل هم پیش نیاد. تیم خوبی جمع کنید که مهارتاشون مکمل باشه و دستورا رو واضح بدید بدون اینکه خیلی جزئی یا مبهم باشه. مثال: ژنرال جورج مارشال تو جنگ جهانی دوم رهبرانی مثل آیزنهاور رو تربیت کرد تا طبق ویژن خودش عمل کنن بدون اینکه قدرت رو از دست بده. استراتژی ششم، نیروهاتون رو تقسیم کنید. استراتژی آشوب کنترل شده. ارتشتون رو به گروه‌های کوچیک‌تر تقسیم کنید تا سریعتر و انعطاف پذیرتر باشن. مأموریت واضح بدید اما آزادی عملم بذارید. مثال: ناپلئون تو سال 1805 نیروهاشو تقسیم کرد تا ارتش اتریش رو محاصره کنه و مجبورشون کرد تسلیم بشن. استراتژی هفتم، جنگتون رو به یک صلیب مقدس تبدیل کنید. استراتژی‌های روحیه. تیم رو دور یک هدف نجیب جمع کنید. روحیه بسازید با جایزه و تنبیه و همه رو متحد کنید علیه یک دشمن مشترک. مثال: هانیبال تو سال 281 قبل از میلادی بازی‌های رقابتی بین سربازها ترتیب داد تا نشون بده چقدر متحد هستن و این روحیه‌شون رو برای جنگ بالا برد. بخش سوم، جنگ دفاعی. چطور دفاع کنید و زنده بمونید. استراتژی هشتم، جنگاتون رو انتخاب کنید. استراتژی اقتصاد کامل. همه نبردها ارزش ندارن. هزینه‌ها رو حساب کنید و فقط تو جنگایی وارد شید که سودش بیشتر باشه. گاهی زیرزمینی بجنگید.
مثال وینستون چرچیل میگفت اگه به هر سگی که پارس میکنه سنگ پرت کنی هیچ وقت به مقصد نمیرسی. یعنی بی توجه به دعواهای کوچیک. استراتژی نهم میز رو برگردونید. استراتژی ضد حمله. بذارید دشمن اول حمله کنه بعد ضعفاشو بزنید. آرام بمونید و موقعیت رو به نفع خودتون تغییر بدید. مثال فرانکلین روزولوت تو انتخابات 1944 وقتی جمهوری خواه به سگش حمله کردن با دفاع از سگش اونا رو مسخره کرد و ضعفشون رو نشون داد. استراتژی دهم حضور تهدیدآمیز ایجاد کنید. استراتژی بازدارنده. شهرت بسازید که غیر قابل پیش بینی و قوی هستید تا دشمن بترسه و عقب نشینی کنه. مثال استونوال جکسون تو جنگ داخلی آمریکا سال 1862 مک‌کلان رو با برجسته کردن ضعفاش ترسوند. استراتژی 11 فضا رو با زمان عوض کنید. استراتژی عدم درگیری. عقب نشینی کنید تا زمان بخرید. دشمن رو خسته کنید و بعد حمله کنید. مثال ماو تستون تو جنگ داخلی چین عقب نشینی کرد. حمایت دهقانها رو گرفت و سال 1949 پیروز شد. بخش چهارم جنگ تهاجمی. چطور حمله کنید و ببرید. استراتژی 12 نبردها رو ببازید اما جنگ رو ببرید. استراتژی بزرگ. به آینده دور فکر کنید. حرکت‌ها رو چند قدم جلوتر برنامه‌ریزی کنید و دشمن رو گیج کنید. مثال اسکندر کبیر بنادر مدیترانه پرشیا رو گرفت تا ناوگانشون رو بی‌اثر کنه و جنگ رو ببره. استراتژی 13 دشمنتون رو بشناسید. استراتژی اطلاعات. ذهن رهبر دشمن رو هدف بگیرید. آدما رو بخونید و ضعفاشون رو پیدا کنید. مثال چنگیزخان جاسوس‌هایی میفرستاد تا فرهنگ و ضعف دشمن رو بفهمه و حمله کنه. استراتژی 14 با سرعت و ناگهانی مقاومت رو در هم بشکنید. استراتژی بلیتزکریگ. اول حمله کنید. سریع باشید تا دشمن رو احساسی و اشتباه پرور کنید. مثال چنگیزخان تو سال 1218 با حرکت سریع نیروها دشمن رو غافلگیر کرد و یک حمله کاملا غیر قابل پیش بینی رو انجام داد. استراتژی 15 داینامیک رو کنترل کنید. استراتژی اجبار. رابطه رو تعریف کنید. دکمه‌های عاطفی رو فشار بدید تا دشمن اشتباه کنه. مثال فیلیپ دوم مقدونی با فشار روی نقاط ضعف آتن اونا رو مجبور به اشتباه کرد. استراتژی 16 اونجا بزنید که درد داره. استراتژی مرکز ثقل. منبع قدرت دشمن رو پیدا کنید و بزنید مثل رهبر یا منابع. مثال پوبلیوس اسکیپیو تو سال 209 قبل از میلاد نوآکا کارداژ رو گرفت تا خطوط تأمین هانیبال رو قطع کنه. استراتژی 17 اونا رو جزئی شکست بدید. استراتژی تقسیم و تسخیر. دشمن رو جدا کنید و به قطعات کوچک تقسیم کنید تا راحت تر بزنید. مثال ناپلئون ارتش‌های متحد رو جدا کرد و یکی یکی شکست داد. استراتژی شماره 18 پهلوی نرم دشمن رو افشا و حمله کنید. استراتژی چرخش. از جلو منحرف کنید بعد از پهلو حمله کنید. مثال فرادریک کبیر تو جنگ 7 ساله با منحرف کردن از پهلو زد حریفشو. استراتژی شماره 19 دشمن رو محاصره کنید. استراتژی نابودی. از همه طرف فشار بیارید تا ارادهشون بشکنه. مثال جولیوس سزار گالیا رو محاصره کرد تا تسلیم بشن. استراتژی شماره 20 اونا رو به ضعف بکشونید. استراتژی رسیدن برای داس. دشمن رو تو موقعیت‌هایی بذارید که انتخاب خوبی نداشته باشن اصلا. مثال هیتلر تو جنگ جهانی دوم متحدین رو تو دام انداخت و هیچ چاره دیگه‌ای حریفاش نداشتن. استراتژی شماره 21 در حال پیشروی مذاکره کنید. استراتژی جنگ دیپلماتیک. موقع مذاکره فشار بیارید و شهرت سخت بسازید. مثال فیلیپ دوم صلح میگفت اما پیشروی میکرد و به جنگ ادامه میداد. استراتژی شماره 22 بدونید چطور تمام کنید. استراتژی خروج. بدونید کی توقف کنید و جنگ‌های بدون خروج رو اجتناب کنید. مثال آمریکا تو ویتنام بدون استراتژی خروج شکست خورد. بخش پنجم جنگ نامتعارف. چطور کثیف اما هوشمند بجنگید. استراتژی شماره 23 حقیقت و دروغ رو با هم ببافید. استراتژی ادراک غلط. ادراک دشمن رو کنترل کنید. انتظارات رو تغذیه کنید تا خودشون رو گول بزنن. مثال هیتلر با تبلیغات مردم رو فریب داد.
استراتژی شماره 24: خط کمترین انتظار رو بگیرید. استراتژی معمولی غیر معمولی: معمولی رفتار کنید، بعد غیر منتظره بزنید. مثال: ناپلئون با تاکتیکای غیر منتظره تو جنگ پیروز شد. بسیار معمولی رفتار کنید اما به صورت خیلی غیر منتظره و غیر معمولی حریفتون رو بزنید. استراتژی شماره 25: زمین اخلاقی بالا رو اشغال کنید. استراتژی زمین اخلاقی: خودتون رو اخلاقی نشون بدید تا دشمن بد به نظر برسه. مثال: گاندی با غیر خشونت انگلیسی‌ها رو بد کرد. استراتژی شماره 26: بهشون هدف ندید. استراتژی خلأ: هدف ندید تا دشمن خسته بشه، ندونه چی کار کنه و کجا رو بزنه. مثال: ویتکینگ تو ویتنام آمریکایی‌ها رو بدون هدف خسته کرد. استراتژی شماره 27: به نظر برسه برای منافع دیگران کار میکنید اما منافع خودتون رو پیش ببرید. استراتژی اتحاد: منافع دیگران رو پوشش بدید برای منافع خودتون. مثال: تالیران دیپلمات فرانسوی این کار رو کرد و تو جنگ پیروز شد. استراتژی شماره 28: به رقبا طناب کافی بدید تا خودشون رو دار بزنن. استراتژی منفعل تهاجمی: بذارید اشتباه کنن بعد استفاده کنید. اجازه بدید اول اونا اشتباهشون رو انجام بدن، اشتباه کنن، بعد از همونا استفاده کنید و بهشون ضربه بزنید. مثال: وارن بافت منتظر اشتباه رقبا میمونه. استراتژی 29: لقمه‌های کوچک بگیرید. استراتژی زنجیره‌ای: قدم به قدم پیش برید بدون اینکه متوجه بشن. مثال: هیتلر قدم به قدم اروپا رو گرفت. استراتژی شماره 30: به ذهن‌هاشون نفوذ کنید. استراتژی ارتباط: ایده ها رو مثل ویروس پخش کنید. مثال: تبلیغات مدرن این کارو میکنه. صفحه‌های مجازی و اینا رو دیدین. ایده ها رو مثل ویروس یه چیزی رو تو تمام جاها پخش میکنن اینترنت. استراتژی شماره 31: از درون نابود کنید. استراتژی اسب تراوا: نفوذی بفرستید تا از داخل بزنید. مثال: یونانی‌ها با اسب تروا رو نابود کردن. اسبی که تو اون جنگ فرستادن داخل برای محبت و اوکی شدن و اینا، بعد از داخل همون اسب سرباز بود و ریخت بیرون و تونستن تروا رو بگیرن. استراتژی شماره 32: در حالی که تسلیم به نظر میرسید سلطه کنید. استراتژی تهاجم منفعل: تسلیم نشون بدید اما کنترل بگیرید. مثال: گاندی با تسلیم ظاهری استقلال رو گرفت. استراتژی شماره 33: با اعمال تروریستی عدم اطمینان و وحشت بکارید. استراتژی زنجیره واکنش: وحشت ایجاد کنید تا دشمن رو فلج کنید. مثال: تروریستا این استراتژی رو استفاده میکنن اما مراقب باشید شما اخلاقیش رو استفاده کنید. خب دوستان، این بود خلاصه کامل 33 استراتژی جنگ. امیدوارم مفید بوده باشه و بتونید تو زندگیتون استفاده کنید. کتابو حتما بخونید. کتاب صوتیش داخل کانال تلگراممون @ساگارد هست. برای جزئیات بیشتر اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظرتون رو برام بنویسین. ممنون.